بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سوی گورستان گذر کرد، به عبرت سوی خاموشان نظر کرد. بدید آنجا صفی روحانیان جمع، بکرد آوازشان را یک به یک سم. همه در شور و غوهای تقسیم، ز شور مردگان افتاد در بیم. بگفت ای عهد حسرت این چه غوغاست، که چشمی نیک حیرانی تماشاست. بگفتند عهد گورستان واضح، به ما بگذشت روز مرد صالح. فرستانید او بر ما دعای، بخواند اخلاص با حمد و ثنای. که شد یک هفته ما داریم تقسیم، ثوابی او مکن از شور ما بین. هنوز فارغ نگشتیم از ثوابش، شنو از سمع جان رمزی جوابش. به گورستان گذر کردی دعا کن، دعا کردی به خاطر یادی ما کن. که خیر الناس شد من ینفع الناس، به نفع خلق باشی بهترین ناس. رضای حق ز راه خیر یابی، ز هر خیرات و احسان رخ نتابی. تو هم روز به گوری تنگ و تاریک، دعا خواننده ای از ترک و تاجیک. به خاطر آن روزی به نوایی، به روحی به نوایان کن دعای. دعا کردی به هر مؤمن چی مقدار، به تو هم آنقدر اجر است هوشدار. بود جنت جزای اهل احسان، به احسان خلایق باش ای جان. نکویی ها نکویی می دهد بر، ضرر بخشان ضرر یابند از زر. مده از دست ای خواجه نکویی، نکویی کرده و با کس نگویی. غزل ها از حضرت مولوی جنونی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز